فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی سوالش این بود که طبق مذهب حنفی خواندن نماز تحیه مسجد قبل از نماز صبح یا نماز مغرب چه حکمی دارن؟ به صورت کلی خود تحیت المسجد در این زمینه فقها دیدگاه متفاوتی رو دارند با توجه به احادیثی که در این زمینه وارد شده. به طور مثال ابو قتاده میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کسی وارد مسجد شد تا زمانی که 2 رکعت نخوانده ننشیند. از این روایت و روایت دیگر بسیاری از فقها معتقد هستند که تحیت المسجد واجب هست. بسیاری از فقها معتقد هستند که تحیت المسجد واجب هست، باید تحیت المسجد را خواند. و روایت دیگری هست که عبدالله ابن مغفل مزنی روایت کرده که بین کل صلاتین بین کل اذانین صلات، در میان هر 2 اذان، یعنی در میان هر اذان و اقامه نماز هست. در مورد جایز بودن نماز و تحیت المسجد هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، هم بعد از اذان مغرب، قبل از نماز مغرب، در میان اذان مغرب و نماز مغرب هم جایز هست. بالاتفاق حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این جایز هست و در بقیه موارد هم. یعنی وقتی که انسان مثلا 2 رکعت فجر صبح را خونده و به مسجد می رود، فرصت هست در اینجا هم می تواند که نماز سنت تحیت المسجد رو در واقع بخواند. بالاتفاق تمام مذاهب در جوازش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقهای حنفی نظرشون این است که نماز مغرب را زودتر بخونند، یعنی به تأخیر نیندازند. یعنی به مجرد این که غروب می شود و اذان میگه نماز را بخونند. اگر فرصتی در میان اذان و اقامه وجود ندارد که انسان نماز بخواند، خب حرفی نیست، نماز را اقامه بکنند. اما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که چون فرمودن در میان هر 2 اذان نماز هست. این اگر واقعا فرصت هست و امام مسجد فرصت میدهد یا در یک جای مرسوم هست که فرصت میدهند و اساسا این است که باید فرصت بدن که مردم به نمازم برسن، 2 رکعت نماز بخونه، هیچ گونه اشکالی نداره و هیچ تضادی با مذهب احناف هم نداره. و همچنین در مورد نماز فجر هم، و کسی که اگر سنت فجر را خونده بعد از آن به مسجد رفت هنوز نماز اقامه نشده، بازم میتواند که 2 رکعت سنت 2 رکعت تحیت المسجد رو بخواند، زیرا که این نماز جز نماز ذوات الاسباب هست، سببش دخول مسجد هست، نفل مطلق نیست. نفل مطلق یا سنت مطلق رو نمیشه خواند بعد از این، در این اوقات مکروهه. اما نمازی که سبب دارد، یعنی دخول مسجد هست، تحیت المسجد هست، این هیچ گونه اشکالی رو نداره. و در هنگامی که نماز فجر اقامه می شود، نماز فرض اقامه می شود، بعد از آن خواندن نماز نفل و نماز سنت، حتی نماز سنت فجر جایز نیست که انسان بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که نماز اقامه شد هیچ نماز دیگری نیست الا مکتوبه، به جز همون نماز فرضی که انسان باید برود نماز فرض رو بخواند. و 2 رکعت نماز سنت فجر رو اگر نتونست بخواند می تواند بعد از اقامه نماز فجر یا بعد از طلوع آفتاب اینو بخواند. و در این زمینه در جوازش در میان مذاهب اسلامی هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. فقط بحث اولا هست که علمای فقهای احناف گفتند که اولاتر این است که اگر نماز فوت شد نخواند تا اینکه صبر بکند تا اینکه آفتاب طلوع بکند. به هر صورت بگونه عمل بکنند که بر تمام این مذاهب عمل بشود که تمام مذاهب معتقد به جوازش هستند، اما بحث اولویت و عدم اولا هست.